سلام به همراهان پیج لیست 3 برای صرف شما رفتیم به رستوران زوزو واقع در فرشته مجتمع رویال آدیس. این رستوران از آبان ماه سال 1403 شروع به فعالیت کرد و غذاهاش هم تو سبک مدیترانه‌ای و عربی و همینطور رستوران ژاپنی آسیایی سابق مانسوناژ به اسم جدید ایندوشین با اینجا ادغام شد. برای پیش غذای رول سفالی مراکشی داشتیم به قیمت 425، سالاد فتوشمون هم 415. رول سفالی مراکشیمون با گوشت چرخ کرده گوساله بود که تمام مزه‌شو دوست داشتیم، اما نسبت به قیمتش میتونست حجم و تعداد بیشتری داشته باشه، مثلا بین 6 تا 8 عدد. سالاد فتوشمون هم از نظر حجم تقریبا برای 4 نفرمون مناسب و همه چیزش هم به اندازه. کلا سالاد فتوشه این مجموعه بی‌نظیر. غذای اصلی هم که داشتیم یه فیله مینیون بود به قیمت 1,150,000، بشقاب شاورمای میکس 780، چیز برگر هم 520. اگه بخوام راجع به غذای اصلیمون بهتون بگم، استیک فیله مینیونمون درست مطابق سلیقه خودمون برامون تبخ و سرو با یه بافت گوشت نرم و لطیف و البته لذیذ. شاورمای میکسمون هم همراه با برنج اسپایسی و سس انار که البته اگه ادویه‌های کمتری داشت به سلیقه و ذائقه ما بیشتر سازگار. چیز برگرمون هم 4 اسلایس بود که با یه سس مخصوص سرو. در مجموع از کیفیت و طعم غذاها راضی بودیم، به خصوص از نوع سرو و گارنیش. بعد از شام هم یه قلیون داشتیم به قیمت 950 و همینطور هم کنافه زوزو و باقلوای سرشیر به همراه 2 قوری چای سیاه 2 نفره که به رسم از مهمان نوازی بامون حساب نشد. نه اینکه حالا این 2 تا دسر و پولشو پرداخت نکردیم بخوام بگم، اما از نظر طعم و مزه فوق العاده خوشمزه بود و به شدت پیشنهاد. اینجا منوی کافی شاپشون هم کامله و پنجشنبه و جمعه هم بوفه صبحانه. و در آخر شما هم اگه به رستوران زوزو رفتین، تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید.